به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود و صبح بخیری به وقت افغانستان برای شما مردم عزیز کشور و وقت بخیری برای تمام بیننده‌های عزیز تلویزیون جهانی معراج و بیننده‌های عزیزی که از طریق فیسبوک بیننده دیدار حساس در مرحله نهایی پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2024 تقابل حساس تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و قرقیزستان هستید. همه بچه‌های افغانستان کار بزرگی کردن. این سمت اشتباه جواد سفری، حالا اکبر کاظمی، باز هم ملی پوشان ما صاحب توپ، مهدی نوروزی. امیدواریم زود گل بزنیم. رضا حسین پور ضربه میزنه اما اوش هم نرسید به حسین محمدی. محمد اسکربیکوف پشت توپ قرار گرفته برای قرقیزستان. امیدواریم این فرصت از دست بره برای سرخپوشان. خود اسکربیکوف ضربه زمینی او برخورد میکنه به دیوار مستحکم دفاعی ما حسین محمدی. دوباره ضد حمله برای افغانستان. ببینیم چه کار میکنن. ضربه و گل! گل برای افغانستان! امید قنبری! افغانستان 1 قرقیزستان 0. شروع طوفانی ما در مرحله نهایی پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2024. جام جهانی ازبکستان، منتظر شیران افغانستان باش. در زاویه بسته به زیبایی هرچه تمامتر تمام کرد امید قنبری و این خوشحالیه مجید مرتضایی و کادر فنی ما. دونیزبیک اماندیک بود. دوباره موقعیت و چه توپی گرفت جواد سفری. رضا حسین پور، پاس کاظمی و مهدی نوروزی، چه توپی گرفت. بک بولو از همینجا شوت بزنه که این کار انجام داد. دوباره اشتباه، بازم فرصت اما خطا. گل دوم زدیم اما خطای حسین محمدی اعلام شد روی هم شماره او، یعنی 13 که کیراد باشه. امید قنبری گل دوم برم زد ولی متاسف مرزاکالوف رو به عقب کار کرد. بازم فرصت تو به تیر دروازه خورد. ضربه زده میشه، موقعیت هست ضربه، دوباره فرصت. بازم مهران دنبال فضای خالی است. همچنان مهران غلامی، خود مهران و گل دوم. گل دوم برای افغانستان و مهران غلامی بازم دروازه باز میکنه. افغانستان 2 قرقیزستان 0. چقدر زیبا و توپی که بعد از برخورد به مدافع قرقیزستان درون دروازه رفت. بازم 2-0 پیش میافتیم از قرقیزستان و حالا با این نتیجه به جام جهانی صعود می‌کنیم. روی حسین محمدی دوباره موقعیت و متاسفانه گل. قرقیزستان دیدیم. این صحنه سید مجتبی حسینی و حسین محمدی نتونستند کاری کنند. 1 گل 2 گل دیگه بزنیم. مهران غلامی توپگیری زیبا، دوباره یار خالیست، بازم تیر و اکبر کاظمی باز میکنه دروازه قرقیزستانه. بازیکنی که در لیست نهایی قرار نگرفت. این ضربه مهران بود که به تیر خورد و در ادامه اکبر کاظمی دروازه خالی قرقیزستان باز کرد. گفتم باید گل دوم برم بزنیم تا با 2 گل پیش بیافتیم و حالا 3-1. حتی به روی 5 بازیکن قرقیزستان در زمین ما. حالا موقعیت مهدی نوروزی، مهدی نوروزی، مهدی نوروزی و گل 4. گل 4 برای ما و تمام. سلام جام جهانی فوتسال، سلام با این پیروزی ملی پوشان ما در مقابل قرقیزستان. ما برای اولین بار در تاریخ به جام جهانی صعود کردیم. اشک شادی بریزید فوتسال دوستان. 3 دقیقه و 47 ثانیه تا پایان.
مخمدینوف موقعیت هست و متاسفانه گل خوردیم. چقدر راحت آمانبیف دروازه جواد سفری باز کرد. این صحنه بین 2-3 بازیکن خالی بود آمانبیف و به این شکل دروازه جواد سفری باز شد. جلو چشم او هم مهدی نوروزی گرفت. سالن ورزشی بانکوک آرنا تایلند. تایم اوت گرفته شده. آقای مجید مرتضایی صحبت میکنه همراه دستیار خود حمید رضا معصومیان و ملی پوشان ما. علیموف کاپیتان قرقیزستان میبینیم. ما عراق 5-3 شکست دادیم و حالا قرقیزستان 4-2. تایما تمام هست. باید برگردن به بازی. سود زده میشه. دوباره باید بازی آغاز بشه. توسط اکبر. رقابت جام جهانی هم با حضور 24 کشور در 6 گروه 4 تیمی برگزار خواهد شد. 2 تیم برتر هر گروه به همراه 4 تیم برتر رتبه سوم به مرحله اصلی راه خواهند یافت. پس از آن مرحله 8م، 1/4 نیمه نهایی، رده‌بندی و فینال برگزار میشه. در پلی آف یوفا نیز کرواسی، فنلاند، هلند و لهستان حضور دارند. ما با تیم‌های بزرگی مثل برزیل، فرانسه، آرژانتین، پرتغال و خیلی از تیم‌های دیگه تقابل خواهیم کرد. امروز همه ملت خوشحال ساختن ملی پوشان فوتسال. مخمدینوف فشار قرقیزستان روی دروازه ما تا بتونه گل سوم بزنه. 3 دقیقه تا پایان. این شوتی که زده میشه. حالا جواد سفری دنبال یار خالی است. ضربه بلند، امید قنبری، توپی که به تیر دروازه خورد. دوباره تلاش قرقیزستان در زمین ما. اسکربکوف، مالینوف، اشتباه، ضربه که زده میشه، گل خالی و گل پنجم برای ما مهران غلامی. 5 گل میکنه خود در این جام. 5 گل کرد و حالا 5-2 قرقیزستان شکست دادیم. گلوی من دیگه نای برای فریاد زدن نداره. تبریک به تمام ملت افغانستان. تبریک به همه مردم عزیز ما افغانستان. روز تاریخی و صعود قاطعانه ما به جام جهانی فوتسال. حالا موقع برای قرقیزستان و متاسفانه یکی از گل‌ها خوردیم، اما اب نداره. در فاصله 4 ثانیه اب نداره. حتی یک گل دیگه هم بخوریم اب نداره. ما صعود کردیم. ما مزد این همه تلاش خود گرفتیم. عراق شکست دادیم و حالا در دیدار نهایی پلی آف انتخابی جام جهانی قرقیزستان قاطعانه شکست میدیم. دقیقا نتیجه مقابل عراق 5-3 و حالا صعود ما به جام جهانی و تبریک به همه مردم عزیز ما افغانستان. تبریک به تمام ملت عزیز ما افغانستان. تبریک.